با سلام خدمت شما دوستان عزیز، عرفان هستم. به کانال من خوش آمدید. در این ویدیو قرار است که با من به ادامه برنامه‌نویسی شل همون بش پروگرامینگ بپردازیم. پس بدون هیچ معطلی ما وارد بش پروگرامینگ میشیم. در ویدیوهای قبلی من بهتون گفتم چجوری اصلا کد رو نصب کنید، مفهوم شل، کاربرد شل، چرا اصلا باید ما بش اسکریپتینگ یاد بگیریم، چه لزومی داره، انواع لینوکس کامند، فایل IDE اصلا چی هستش و نصب کد که در همین مبحث مربوط به لینوکس ها و بخش لینوکس ها، نصب لینوکس ها حتما برید در کانال من ببینید که چجوری من فدورا رو در یک VM Virtual Machine نصبش کردم و دو تا اپ دیگه به اسم شل چک و CHSH رو نصب کردیم. کاربرد یکیشون بهتون گفتم. در ویدیو دوم ما وارد مقام دیگه شدیم، روش های مختلف دیباگ کردن به اصطلاح ارور یابی رو در برنامه‌نویسی شل همون بش پروگرامینگ رو دیدیم، یاد گرفتیم، کاربرداشون رو قشنگ از 0 تا 100 دیدیم، بش رو دیدیم با انواع آپشن های، سورس رو دیدیم، شباهت ها و تفاوت ها رو بهتون گفتم و در این ویدیو قرار است که ما به ادامه برنامه‌نویسی شل بپردازیم. خب ما میخوام کامنت یاد بگیریم. مثلا بش کامنت ها چی هستن؟ ببینید دوستان، اگه میخوام ازم میپرسی که چرا این من لاین رو وارد کردم در پست دوم در همین برنامه‌نویسی بش پروگرامینگ بخش برنامه‌نویسی شل بهتون گفتم، اگه نه حتما برید ببینید و فیچرها چجوری اضافه کنین در ویدیو اول بهتون گفتم. خب ما به ادامه ویدیو میپردازیم. ببینید دوستان، من بهتون گفته بودم که در ویدیوهای قبلی که کامنت به طور مختصر توضیح دادم، الان میخوام کامل توضیح بدم. ببینید دوستان، کامنت ما مدل مختلف داره. ما یه سینگل لاین کامنت، یه مولتی لاین کامنت داریم، یعنی کامنت های یک خطی یا بیش از یک خط، 2 3 4 5 یا هر تعداد که شما لزوم میبینید که بایستی تعریف کنید. اصلا کامنت چی هستش؟ کامنت یعنی اینکه شما اگه بخواید اطلاعات مضاعف بر اینکه یک کدی می‌نویسید در هر نوع برنامه‌نویسی میخواد اضافه کنید، از کامنت ها استفاده میکنید. کامنت توسط هیچ مفسری در واقع که ترجمه نمیشه، در خروجی اصلا مشخص نمیشه، فقط جهت آشنایی بیشتر با برنامه‌نویسی. چون مثلا فرض کنید که میخواد برید یه برنامه‌نویسی یک کدی رو نوشتید توسط هر نوع برنامه‌نویسی، چه PHP چه پایتون، و رفتید 5 سال دیگه برگشتید میخواین کد رو ببینید، خب شما حتما فرامین رو فراموش میکنید. چی نوشتید، این کد چه بخشی رو انجام میده، یا میشه گفت که این بخش از کد چه کاری انجام میده، این فانکشن چه کاری انجام میده. خب میتونید با کمک کامنت ها توضیحاتی در مورد اون فانکشن، اون تابع یا هر چیزی بنویسید و وقتی که به اون کامنت رجوع میکنید متوجه میشید که خروجی این فانکشن چی هستش، اصلا چرا ما از این کد لاین استفاده کردیم در این در واقع فایل منظر خودم که از کامنت ها استفاده می‌کنید. کاربرد بسیار زیادی خواهد داشت. برای سینگل مپ شبنگ استفاده میکنیم. مثلا میگم this is my first bash script، دستور اکو می نویسم hello world که کلمه معروفی هستش و کلیر میزنم و یکی از روش های استفاده از دیباگ کردن انتخاب میکنم. مثلا من برای ابتدا من مدل‌های مختلف استفاده میکنم که شما با مدل مختلف بتونید کار کنید. مثلا سورس استفاده میکنم که در پست دوم بهتون گفتم. خب مثلا سورس میزنم و اسم فایل رو میزنم و برای من اسم فایل رو نشون میده. اوکی، hello world چاپ کرد، اما هیچ آثاری از کامنت نمیبینیم. اگه من این فایل رو در واقع 3 سال دیگه ببینم متوجه میشم که مثلا این لاین من نمیشه this is my first bash script. اوکی، مثلا میتونم تابع مثلا در فور میده statements بنویسم به اصطلاح، چه if statement باشه، چه while loops باشه، چه مدل مختلف دیگه. اوکی، پس تعریف نمیشه. حالا شما در نظر بگیرید که میخوام مولتی لاین وارد کنید، دو روش داره. روش اینکه اول یک کالم بنویسید، یه اسپیس بزنید، یه سینگل کوتیشن مارک بهش میگن و بعد یه اینتر بزنید. اینجا هر چی میشه this is my first line کد بنویسید دیگه باز مثل بار ترجمه نمیشه، اما مولتی لاین هست. first line and my name is Eric and blah blah. همینجور می نویسم که ببینید که مولتی لاین هست و اگه من دوباره ترجمهش کنم اینجا با روش دات فور سلش استفاده میکنم. ببینید که
باز همون hello world رو چاپ کنم، هیچ اروری هم نمیده چون اصلا ترجمه نمیشه و به درستی استفاده شدن. اوکی. حالا ما سوال اینجاست آیا میتونیم با شبنگ مولتی لاین بنویسیم؟ بله، فقط هر بار شما شبنگ رو وارد کنید و بنویسید، اوکی، که وقت شما رو میگیره یه جورایی به اصطلاح. و به این صورت به جای این کار ما از این روش استفاده میکنیم. روش دیگه برای کامنت ها شما میتونید در واقع از روش بهش میگن long document استفاده کنیم. به این صورت که ما دو تا علامت بهش میگن greater sign، این علامت بزرگتر رو میزنیم، اوکی، و اسم دلخواه می‌نویسیم. من اسم مرفوع خوش long doc می‌نویسم، long doc، و بعد هر چی دوست دارم می‌نویسم مثلا my first script based on bash programming on my YouTube channel the magical safari. اوکی. در انتها باید ببندمش به همون اسمی که بالا شما میبینید long doc که قرمز رنگ میشه. ببینید اگه قبل اینکه من بنویسم تمام کد مفهوم اینه، رنگش برگشته، این رنگ حالت پلین تکست داره. چرا؟ تو زمانی که نبستید حتی این لاین هم جزء همون لاین داکیومنت حساب میکنه. اما مادامی که در این لاین نهم من ببندمش، میبینید که رنگش برمیگرده و برگشت، نشون میده که تا اینجا فقط با ما لانگ داک میشناسه، اوکی، که به هر اسمی و ادامهش یه کد دیگه میشناسه و من دوباره اگه ترجمهش کنم میبینید که هلو ورلد داده و هیچ اروری هم نداد. پس ما با روش‌های مختلف کامنت در بش پروگرامینگ آشنا شدیم. تو اینجاست آیا فقط لانگ داک میتونه باشه؟ نه، من مثلا میتونم بنویسم که اریک بنویسم و ادامه هم بنویسم اریک، فرقی نمیکنه، فقط هم اسم باشن، یکسان باشن. دوباره با روش بش مثلا با داش ان یعنی نان اکسیکیوشن تریس، اوکی، که حتما توضیح دادم که داش ان چی هست در پست دوم. اگه ندیدید حتما برید ببینید. و اسم فایل می‌نویسم، من هم مدل مختلف می‌نویسم روش دیباگ کردن یک فایل در بش پروگرامینگ که ببینید با حالت مختلف که دستتون آشنا بشه، این چشمتون عادت کنه. خب می‌بینید که هیچ اروری باز نداد. با شل چک هم میتونم بنویسم، مثلا شل چک یه خورده ارور میده. مثلا من اگه شل چک بنویسم چون خیلی حساس‌تر نسبت به دیباگ دیگه هستش و اسم فایل بنویسم، چون روش میشه گفت که لانگ داک استفاده کردم، یه اروری میده به این صورت، اما رنگش به این صورته. این رنگش وقتی به این صورت، چون رنگ قرمز به این صورت که شما حتما باید عوضش کنید، اما رنگی که به این صورت میبینید میتونید عوضش نکنید، اما بهتره که انجامش ندید. میشه this redirection doesn't have a command. خب اگه یادتون باشه گفتم که بش اسکریپتینگ مدل میشه گفت که مجموعی از دستورات لینوکسی هستش که مجموعاً با هم در یک فایل یک نتیجه رو میرسون، به جای اینکه بیا هر دفعه دستور مختلف رو در نسبت میشه گفت که ترمینال امولاتور همون کنسول منظر خودمون وارد کنیم در بش اسکریپت استفاده میکنیم. خب ما برای اینکه گفتم یادتون هست که برای اکسکلود، برای اینکه در واقع میشه گفت اینو چک نکنه، ما از شل چک و اکسکلود استی، حالا استی چی هستش در ویدیو قبلی در پست دوم حتما ببین قشنگ توضیح دادم، حتی سیر کدهای دیفالتش رو به شما در یه فایل پی دی اف بهتون نشون دادم. حالا میبینید که هیچ اروری نشون نمیده به من چون اکسکلودش کردم. اوکی، یک در واقع کلیر میزنم، پاک میکنم و بعد میام واسه ادامه درس. خب پس ما روش‌های بش کامنت رو دیدیم، مالتیپل کامنت استایل هم دیدیم. حالا میخوام بریم وارد بخش اکو، در واقع اکو کمند بشیم. اکو چی هست؟ ببینید اکو همون مفهوم باشه، گفتم معنای همون خودشه. اکو یعنی که اکو بده، یعنی در واقع پژواک بده، برگردونه. هر چیزی که جلوی اکو باشه برمیگردونه. اوکی، هر چیزی که جلوی اکو باشه، مثلا یه استرینگ هست برمیگردونه که دابل کوتیشن مارک استفاده کردیم. حالا مثلا میتونم بزنم echo my name is Eric و دوباره من چاپ کنم با حالت سورس. حالا میشه گفت که اسم فایل بنویسم
ببینید که چاپ کرد، هرچی جلوش باشه رو چاپ میکنه. اوکی. حالا دابل کورش مارک چیه؟ یا اگه من عوض کنم با سینگل کورش مارک آیا تغییری میکنه که 100% تغییر نخواهد کرد در این حالت، اما به شرایط مختلف بستگی داره چجوری ازش استفاده میکنه، باز هم چاپ میکنه. داستان دابل کورش مارک چیه؟ سینگل کورش مارک داستان خیلی معروفی در هر نوع برنامه‌نویسی هستش که بش پروگرامینگ هم مجزا از برنامه‌نویسی دیگه نیست. حتما بهتون در جای خودش توضیح خواهم داد که با من همراه باشید تا یاد بگیرید. خب ما اکو هم دیدیم، اما اکو دارای یه سری آپشن هستش. ببینید دوستان، مثلا من میخوام در فایل منظر خودم یک نیو لاین، ببینید دوستان اینکه نیو لاین چی هستش، استرینگ چی هستش، من در بخش مربوط به پایثون پروگرامینگ حتما بهتون از 0 تا 100 آموزش میدم که استرینگ چی هستش، مفهوم کاراکتر چی هستش، نامبر چیه، اصلا 0 تا 100. کسی که هیچ اطلاعات کافی از برنامه‌نویسی نداره میتونه در چنل من در بخش پایثون پروگرامینگ، برنامه‌نویسی پایتون بهش میگم به اصطلاح در فارسی، با من همراه باشه و 0 تا 100 یاد بگیره. هیچ پیش نیازی هم اصلا میشه گفت که لازم نداره که حتما بلد باشه، اما در مورد بخش پروگرامینگ حتما نیازمند به یک سری پیش نیازها هستش. من وارد پیش نیازهای خیلی جزئیش نمیشم. اوکی. خب مثل نیم اریک هم نوشتم، اکور هم نوشتم، بش کورسز. حالا ما وارد آپشن میخوایم بشیم، آپشناشو یاد بگیریم. خب من میخوام مثلا نیو لاین بدم. ببینید من دوستان نیو لاین توضیح نخواهم داد، فقط کسانی که میشه گفت که پیش نیاز دارن میتونن با همراه باشن. خب من برای نیو لاین دارم حتما با یه دش یه کوچیک بهش بدم، یعنی انیبلش کنم به یه سری آپشن هایی که اسپسیفیک یا اسپیشال کاراکترز هایی که در خروجی ها بهش دادم، داش ان بک اسلش داش ان نیو لاین بده. حالا فرض کنیم مثلا من اینو در ادامهش بنویسم اینو پاک کنم، مثلا من جلو پشتیم بنویسم مثلا داش ان و حالا من میخوام کلیک میکنم که پاک کنم خوب ببینید و بعد مثلا مدل داش بش مثلا با داش وی که داش ایکس کنه که فقط ایکس تریس مود میخوام استفاده کنم بش رو و اسم فایل میزنم. میگه گفته بودم که ایکس تریس یا اکسیکیوشن تریس مودش فقط دستورات رو میگیره، برای اصلا به عنوان پلین تکست در نظر نمیگیره، فقط دستورات ابتدا به عنوان پلین تکست در نظر میگیره و بعد خود اون دستور هم در خروجی چاپ میکنه. پس یک دستور پیدا کرد با مثبت همیشه نشون میده که تواش با دشوی در ویدیو قبلی اگه نرفتید حتما ببینید، توضیح کامل دادم انواع دیباگر و کار با دیباگرها رو و هلو رو چاپ کرد و یک لاین جدیدی شد. ببینید این لاین رو در واقع اومد پایین و ورل رو چاپ کرد. حالا در ضمن که من مثلا این رو نذارم اسپیس بزنم و ادامهش دوباره بیام چاپ کنم، میبینید که با هم چاپ. حالا من داش رو میزنم، میبینید که در لاین پایینتر اومد چاپ کرده. اوکی. خب حالا زمان این در واقع کار میکنه که اینیبلش کنی، به اصطلاحش گفت که به انگلیسی اینیبل یعنی فعالش کنی. اوکی. برای اینیبل کردن باید داش ان رو داشته باشم. اگر نداشته باشم هیچ مفهومی واسه بش پروگرامینگ نخواهد داشت. یعنی داش ان رو همینجوری نوشته انگار نه انگار، مفهوم بک اسلش ان مخفف کلمه نیو لاین، یعنی اول کلمه نیو ان داره، نیو لاین داره که بعد نیو لاین بود، اما من وارد نکرد چون من داش ای رو برای اکو استفاده نکردم که میزنم وارد میکنه. یه داش ای بزرگ هم داره، این در واقع میشه گفت که دیسیبل هست. پس همون حرف اول ای انیبل گرامون چون بزرگ نوشته، نه بش پروگرامینگ اینو به عنوان دیسیبل در نظر میگه، میشه گفت که داش ان رو دیسیبل کنه. هر نوع در واقع اسپیشال کاراکتر مثل داش ان داش میشه گفت که بک اسلش ام، بک اسلش آر، بک اسلش تی حالت مختلف داریم. در واقع ترجمه نمیکنه، به عنوان یک فایل میشه گفت یک پلین تکست در نظر میگیره، اصلا ترجمهش نمیکنه. مثل حالت میمونه که شما هیچ چتماش اصلا ننویسید. اوکی، اونم همونه، فرقی نمیکنه. آیا فقط داش ان نه، ما داش تی هم داریم که مثلا وارد یه در واقع تب ایجاد میکنید که ترجمه نکرد چون من داش رو نزدم. این که یه فاصله تب ایجاد کرد، حرف کلمه اول تب تی گرفته شده. تب یعنی یه فاصله فور اسپیسی رو میگن تب، یه فاصله فور اسپیسی. اوکی، یا 4 تا یا 3 تا اصلا به 4 تا اسپیس رو میگن تب. حالا اگه من داش آر بزنم ببین چه اتفاقی میفته. ببین برمیگرده عقب.
این هلو رو پاک کرد. داش آر یعنی ریکال میکنه. و اینکه بتونم ورلد رو در این مثلا من فرض اینجا نوشتم ورلد و بعد نوشتم هلو. میخوام هلو رو در واقع ابتدا من ترجمه کنم. اینجوری میبینید ورلد همونجوری نوشته شده. میخوام این هلو رو برگردونم به اول ورلد. اگه همونجوری این داش آر یعنی ریکال، یعنی برگردونه، یعنی وقتی ورلد میرسه میگه ریکال مجدد اینو بخونه، اما در اول در واقع این استرینگ ما به اصطلاح این برگردونه اولش، اما چون کاری نمیکنه. چرا؟ تو ورلد هست جایگزین میکنه و میبینید که انگار مثلا ورلد رفته. برای این کار من به اندازه هلو 5 اسپیس میذارم، چون 5 کاراکتر هستش. 1 2 3 4 5 یه دونه برای اسپیس میزنم و مجدد وارد میکنم. یعنی هلو ورلد رو تولید کرد. هلو ورلد اول. پس داش آر چین کار میکنه. ما داش وی هم داریم. داش وی که داش وی تفاوتی با تب داره. هر دو فور اسپیس اضافه میکنن، اما داش تی در واقع میشه گفت که ببخشید بک اسلش تی بهش میگیم هوریزونتال اسپیس، یعنی یه میشه گفت که فاصله افقی ایجاد میکنه. This is the correct. اما داش وی یعنی vertical، یعنی میشه گفت که عمودی ایجاد میکنه. اگه من رو به صورت مثلا اینجا بنویسم، یعنی داش تی بعد بنویسم داش تی بعد بنویسم داش تی و اینو من دوباره مفصل خود ترجمهش کنم، میبینید که اینشون یه تب چارت اسپیس ایجاد کرد. حالا میخوام ببینم میگم فاصله افقی، به جای افقی میخوام عمودی داشته باشم. از وی استفاده کنم. داش بک اسلش تی از بک اسلش وی یعنی ورتیکال، یعنی عمودی به صورت پلکان ایجاد میکنه. من دوباره اینو در واقع باید ترجمه کنم. میبینید که یه دست داد، یه در واقع تب داد اومد پایین، اما تبش به صورت ورتیکال هست، به صورت عمودی هستش. اومد ایست، بعد اومد ایست وی رو دید، یعنی ورتیکال اسپیس، یعنی یک فضای میشه گفت یک اسپیس عمودی ایجاد کنه. اومد می، بعد دوباره داش بی به همین صورت. پس ما داش ای و داش ای کوچیک یا ای بزرگ کاور شد دیدیم که انواع مختلف اسپیشال کاراکتر مثل بک اسلش وی، بک اسلش ان، بک اسلش تی رو هم دیدیم. یک مدل دیگه هم بک اسلش سی هست. سی یعنی که هر چی که بعد اون باشه کلیر میکنه، یعنی پاک میکنه. و من رو بزنم میبینید که چیزی براش وجود نداره، فقط ای وجود داره. و جالب اینجاست که نیو لاینش هم پاک میکنه، چون به طور پیش‌فرض در مورد اکو ما نیو لاین داریم. چرا؟ ببین براتون من جلو مثلا اینجا بنویسم، مثلا می‌نویسم هلو و من مثلا اینو پاک کنم، هلو و اکو ورلد. من اینو براتون معنی میکنم، میشه هلو ورلد. اوکی؟ بعد به طور پیش‌فرض بک اسلش ان داره، به طور پیش‌فرض که با داش ایش تأثیر روش نخواهد گذاشت. داش ای بزرگ در واقع همون عکس اینیبل دیسیبل هست، براش نخواهد گذاشت، تأثیری نداره که چاپ میکنه. اوکی؟ حالا ما با داش سی میتونیم هر چی که بعد هلو، چون به طور اینجا مثلا چنین چیزی توش بوده بک اسلش ان، من بعد این بزنم مثلا داش سی، هر چی که بعدش باشه رو پاک میکنه، یعنی میشه گفت که همه رو پاک میکنه. من بزنم میگه که داش سی رو چون اینیبل بزرگ هست دیسیبل کرده به اصطلاح، اینیبلش میکنن که ببینید میگه که ورلد چسبون بهش، یعنی همون دیفالتش هم در واقع پاک میکنه. پس بک اسلش اس سی یعنی کلیر، یعنی پاکش کن. سی یعنی چی؟ کلیر، یعنی پاکش کن. پاک میکنه هرچی که حتی دیفالت های برنامه اکو هم پاک میکنه که همون بک اسلش این بودش. پس دیدید هرچی که بعد این بنویسم هیچ تأثیری نخواهد گذاشت و پاک خواهد کرد. و چون نیلان هم پاک میکنه، همه برای این پاک میکنه، نیلانش هم پاک میکنه، بک اسلش اینو می خط بعدی اکو ورلد رو به میشه. اما اگه ادامه این چیزی بنویسم دیگه میشه گفت که به علت این که به طور پیش‌فرض در خط دوم اکو بک اسلش ان تعریف شده، واسه این دیگه نیو لاین تعریف میشه، خط جدید. اوکی؟
پس این کاربرد های اکو با یک سری آپشن و یک سری اسپیشال کاراکترز ها، بنام اسپیشال کاراکترز، یعنی کاراکترهای خاصه موقع استفاده از خروجی ها هستش، مثل \n \c \v r و t. 5 مدل به شما گفتم. اما آپشن های دیگه هم داریم برای اکو. بله، اکو حاوی سری آپشن های دیگه هم هستش. خب که در مباحث بعدی حتما بهتون توضیح خواهم داد. در همین مبحث، در همین ابتدا، در این ویدیو به اصطلاح میشه که به همین چیزی که بهتون گفتم کاملا کافی هستش. در ویدیو آتی حتما مدل دیگه حتما بهتون خواهم. خب من وارد بخش میشه گفت که میخوام وربل بشم. در اینجا ما به انتهای ویدیو خودمون رسیدیم و میخوام که اگه از ویدیو من خوشتون اومد، اگه لذت بردید، حتما چنل من رو سابسکرایب کنید و در بخش کامنت اگه سوالی داشتین حتما از من بپرسین و آماده باشیم برای ویدیوی دیگه و به بحث پروگرامینگ، مباحث جدیدتر و جذابتر که قرار هستش در ویدیو بعدی ما وارد مباحث وربل بشیم، کاربردهای متغیرها رو در بحث پروگرامینگ ببینیم و ارثمتیک اپریشن، یعنی یه سری عملیات ریاضیش انجام میدیم و چگونه میتونیم عملیات ریاضی روی بحث پروگرامینگ انجام بدیم رو حتما بهتون خواهم گفت. مباحث خیلی میشه گفت که پیشرفته و جزئی داره که همه 0 تا 100 بهتون خواهم گفت. و قبل از اینکه ویدیو بعدی رو ما با هم ببینیم، یعنی پست بعدی براتون میذارم، حتما قبل از شروع من آپشن های مختلف دیگه اکو بهتون خواهم گفت و همینطور فرق اکو دابل و سینکرونیزیشن مارک چه تفاوتی با هم داره. البته این مبحث رو بایستی بعد تعریف متغیرها بهتون بگم، حتما بهتون خواهم گفت.